شما شرط ایتام رو دارید، یعنی پدر و مادر فوت شدن؟ ایوا خدا نکنه. خیلی خدا حفظشون کنه. پس میمونه شرط معلولیت. شما معلولیتی دارین؟ نه، ولی آقای محسنی گفتن به این چیزا نیازی نیست. گفتن که آقای کامروا آشنا. آخه به هر حال باید توی پروندهتون یه چیزی درج بشه. مثلا مشکل حرکتی ندارین یا مثلا عدم تعادل؟ ابدا. دست و پاتون خواب نمیره؟ نه. گزگز نمی کنید؟ ریزش مو، آب ریزش بین؟ نه. خب این یه مقدار کارو سخت میکنه خانم. میدونید ما چون نمیتونیم بدون دلیل کسی رو تحت پوشش قرار بدیم. آقای کامروا خب یه کاریش بکنین دیگه. آخه خانم چرا با آدم میگید؟ شما چال داری. این خودش یه فلجی محسوب میشه. میدونید لپتون فلجه. شما نامه درخواستتون رو بنویسید، تصویرش رو بفرستید به شماره‌ای که رو کارت من هست، واتساپ. چشم.